الو سلام محمده؟ نه بفرما. خب پس گوشی رو بدین محمد. بابا محمد کیه؟ خب پس شماره محمد نیست. نه نیست. خب پس ببخشید اشتباه گرفتم. خب پس چی کار داری زنگ زدی؟ گفتم که اشتباه گرفتم. میدونم اشتباه گرفتی ولی چی کار داری که به من زنگ زدی؟ هیچ کاری، میخواستم با محمد تماس بگیرم، مثل اینکه اشتباه شد. بله ولی چرا با من تماس گرفتی؟ خب میگم اشتباه گرفتم. چرا اشتباه گرفتی؟ گوه خوردم که به شما زنگ زدم، ما رو از بزرگی خود ببخش. باشه ولی بگو چرا زنگ زدی؟ اصلا بیا با بابام صحبت کن. باشه گوشی رو بده بابات. الو سلام. بچت با من تماس گرفته و نمیگه چی کار داره. خوب کرده، دستش درد نکنه. چی میگی؟ میرم با پلیس تماس میگیرم. برو هر گوه میخوای بخور. الو پلیس. بله بفرمایید. یکی با من تماس گرفته، من میگم بگو چه کار داری، میگه ببخشید اشتباه گرفتم. خب بعدش؟ هیچی، بعد گوشی رو داد به پدرش اومد به من فحش داد. کار خوبی کرد، آخه تو خیلی اسکل هستی. چی؟ چرا قطع کردی؟